زمانی که بیماری همهگیری کووید 19 نفسگیری بیماران را دشوار کرد، نومان حسنوف ساختن این دستگاه را ضرور شمرد. زمان اوج کرونا ویروس نو در بیمارخانه‌های تاجیکستان کمبود چنین دستگاه‌ها وجود داشت. این دستگاه برای هواکشی سنی، دستگاه برای زیاد نمودن مقدار هوا بشوش، مقدار نامی های هم داروهایی که راه نفس میره. نومان حسنوف را ساکنان شهر خوجند به حیث اختراعکار و تعمیرگری اسباب‌ها می‌شناسند. مهندس 71 ساله در گذشته رهبر اداره راه آهنی خوجند بود. در دوره کرونا ویروس چند دستگاه پاککاری هم ساخته است. من یک اسباب ساختم که همگی 30 سانتی متر دراز دارد، 30 سانتی بلندی، 20 سانتی متر بر دارد. در زمان پاندمی نومان حسنوف یگانه نفر نیست که به ساختن یا اختراع دستگاه‌های بهداشتی مشغول بود. این اسباب پاکسازی دستان از ویروس کووید 19 را دانشجویان ساختند. آموزگاران و دانشجویان دانشگاه حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند با این اسباب دستی ساخت خود در جلوگیری از پهنشوی بیماری همهگیری کووید 19 تلاش دارند. PVH استفاده بردیم. در قسم میکروچیپ‌ها، محرک، نقل‌ها و چند سنسور و داتچی‌ها وارد است. وقتی که ما دست خود را به تجهیزات می‌داریم، اون دست را می‌شناسد و به مقدار معین انتیسپتیک را پنیک محلول را پاش می‌دهد. نورسایی اسباب و تجهیزات برای دزینفکسیون و طبابت بیماران اختراعکاران تاجیک را وادار کرد که سریع ساختن چنین دستگاه‌ها تلاش کنند. در مؤسسه و اداره، کارخانه و بازار و مغازه و طرفخانه‌های کشور از دستگاه‌های وارداتی استفاده می‌کنند، ولی در حدود نیم سال به دست دانشمندان و اختراعکاران در تاجیکستان بجز از دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی دیگر چیزی چشمگیر اختراع و تولید آن به راه مانده نشد. تلاش‌های اکثر اختراعکاران برای دریافت کمک مالی از حکومت برای تکمیل تجهیزات اختراع کردهشان و راه اندازی استحصال آنها بیشتر وقت به نتیجه مانده است.